سلام، شما صدای باریستسی رو میشنوید. امروز می‌خوایم داستان یکی از قدرتمندترین و در عین حال تراژیک‌ترین فرمانروایان تاریخ ایران رو تعریف کنیم. مردی که از دل آشوب و جنگ داخلی امپراتوری ساخت که از گرجستان تا خلیج فارس رو در بر می‌گرفت. صحبت از جهانشاه قرقیونلو شیر سیاه تبریز. خب شاید بپرسید چرا جهانشاه اینقدر مهمه؟ دلیلش اینه که داستان اون فقط داستان فتوحات نظامی نیست. اون در واقع آخرین ابرقدرت بزرگ ترکمان درست قبل از ظهور صفوی هاست. قصه جهانشاه قصه غروب یک دوران و شروع یک دوران جدیده. پس بیایید با هم این فصل هیجان انگیز از تاریخ رو ورق بزنیم. بریم سراغ بخش اول، شیر سیاه قرقیونلو. چطور یک نفر از دل آشوب یک امپراتوری میسازه؟ ببینید، برای اینکه عظمت کار جهانشاه رو درک کنیم، باید اول بفهمیم که اون چه وضعیت آشفته‌ای رو به ارث برده بود. بعد از مرگ قارایسوف، فرمانروای قدرتمند قرقیونلوها، قلمروشون عملاً در آتش جنگ داخلی بین پسراش میسوخت. فکرشو بکنید، ده‌ها جنگ، برادرکشی و بی‌ثباتی. امپراتوری داشت از هم میپاشید. اما همیشه از دل تاریکی یک ستاره طلوع میکنه و اون ستاره جهانشاه بود. اما جهانشاه با عجله وارد بازی نشد. هوشمندانه عمل کرد. دهه 1430 وقتی همه مشغول جنگ با هم بودن و پایه‌های حکومت رو سست می‌کردن، اون منتظر فرصت مناسب موند. بالاخره سال 1438 نه فقط با زور شمشیر بلکه با ترکیبی از دیپلماسی و تدبیر قدرت رو به دست گرفت و اولین حرکت هوشمندانش چی بود؟ انتخاب تبریز به عنوان پایتخت. با این کار تبریز رو تبدیل به قلب تپنده امپراتوری جدیدش کرد. و اینجاست که نبوغ واقعی جهانشاه مشخص میشه. میدونید کتاب معتبر تاریخ ایران کمبریج یه نکته فوق‌العاده مهم رو در موردش میگه جهانشاه اولین کسی بود که تونست یه کار تقریبا غیر ممکن رو انجام بده. ساختار سرکش و قبیله‌ای ترکمان‌ها رو با یه نظم و تشکیلات اداری و دیوانی مدرن پیوند زد. همین کار بود که اون رو از یه رئیس قبیله به یه پادشاه واقعی و بنیانگذار یک دولت منسجم تبدیل کرد. خب بریم سراغ بخش دوم، اوج قدرت و شکوه. امپراتوری از شمشیر و ابریشم. حالا که آشوبا خوابیده بود، دوران طلایی جهانشاه شروع شد. دورانی که هم صدای چکاچک شمشیر می اومد و هم صدای قلم شاعران و هنرمندان. دستاورداش واقعا نفسگیره. از نظر نظامی بغداد رو از تیموریا پس گرفت، نفوذش رو تا قلب ایران یعنی فارس و کرمان گسترش داد. اما اون فقط یه جنگجو نبود، یه مدیر فوق‌العاده هم بود. جاده ابریشم رو که رگ حیاتی اقتصاد بود دوباره احیا کرد. با اصلاحات مالیاتی به کشور ثبات اقتصادی بخشید و شاید از همه مهمتر، دربارش در تبریز رو تبدیل به بهشتی برای هنر و ادبیات کرد. ولادیمیر مینورسکی مورخ بزرگ این دوران رو خیلی زیبا توصیف میکنه. اون میگه در عصر جهانشاه تبریز فقط پایتخت سیاسی نبود، بلکه مرکز فرهنگی ترکمانان بود. تصور کنید شهری رو که هنر فارسی و ترکی با هم ترکیب میشن و بهترین شاعران و هنرمندان رو به خودش جذب میکنه. این دستاورد جهانشاه بود. بخش سوم، ظهور رقیب سفید، یک قدرت جدید در غرب. اما خب همونطور که میدونیم چرخ تاریخ هیچ وقت از حرکت نمیسته. درست در اوج قدرت جهانشاه یه سایه تهدیدآمیز از سمت غرب روی امپراتوریش افتاد، سایه‌ای که قرار بود همه چیز رو تغییر بده. این رقیب جدید کسی نبود جز اوزون حسن، رهبر قویونلوها یا همون ترکمنان سفید پرچم، یه رهبر جوان، جاه طلب و بی‌نهایت باهوش. برای مدتی این دو قدرت بزرگ همدیگر رو تحمل می‌کردن، اما خب مشخص بود که این وضعیت پایدار نمیمونه. آسمان برای دو خورشید جا نداشت و رویارویی این دو نفر حتمی بود. و نکته جالب اینجاست که این فقط جنگ دو تا پادشاه نبود. به تعبیر دقیق مراهقی مثل جان وودز، این در واقع تقابل دو تا جهانبینی بود. از یک طرف جهانشاه نماینده یک حکومت سنتی و موروثی بود. از طرف دیگه اوزون حسن قدرتش رو از یک اتحادیه جدید و پویای قبایل ترکمان می‌گرفت. در واقع این جنگ بین گذشته و آینده بود. و حالا میرسیم به بخش چهارم و نقطه تراژیک داستان ما، سقوط در طوفان، لشکرکشی سرنوشت‌ساز سال 1467. جهانشاه که دیگه از قدرت گرفتن روز آفسون اوزون حسن خسته شده بود، تصمیم گرفت کار رو یکسره کنه و برای همیشه از شر رقیبش خلاص بشه. اما سرنوشت بازی دیگه‌ای براش تدارک دیده بود. جهانشاه با یه ارتش عظیم به سمت دیاربکر پایتخت اوزون حسن حرکت کرد. اما در میانه راه طبیعت علیهش قیام کرد. یه طوفان سهمگین و ناگهانی ارتش بزرگش رو زمینگیر و پراکنده کرد و درست در همین لحظه ضعف بود که اوزون حسن حمله کرد. ارتش بی‌نظم جهانشاه در نزدیکی شهر موش غافلگیر شد و در همون هرج و مرج خود جهانشاه هم کشته شد. و همین سادگی. مرگ ناگهانی و غیرمنتظره جهانشاه فقط مرگ یک نفر نبود، پایان یک دوران بود. با مرگ اون امپراتوری قرقیونلوها هم فرو پاشید و راه برای طلوع امپراتوری جدید آقویونلوها باز شد. خب بخش پنجم، میراث لاجوردی جهانشاه. چی از یک امپراتوری باقی میمونه؟ امپراتوری‌ها میان و میرن، قدرت‌ها دست به دست میشن، اما آیا چیزی هست که از دل این همه تغییر باقی بمونه و ماندگار بشه؟ امپراتوری جهانشاه از بین رفت، اما میراثش هنوز زنده است. مسجد کبود تبریز که بهش نگین لاجوردی تبریز هم میگن، یادگار همیشگی دوره اونه. بنایی که توش قدرت، هنر و ایمان به زیباترین شکل ممکن با هم ترکیب شدن. انگار هر کاشی این مسجد داستان اون دوران طلایی رو برامون تعریف میکنه. و این داستان ما رو به یه سوال عمیق‌تر میرسونه. وقتی یه امپراتوری با اون همه عظمت سقوط میکنه، واقعا چی ازش باقی میمونه؟ شمشیرات توی غلاف میمونن و مرزها روی نقشه جابجا میشن. اما شاید یه بنای زیبا، یه میراث فرهنگی خیلی ماندگارتر از هر قدرت نظامی باشه. در نهایت تاریخ نام جهانشاه رو برای همیشه با دو کلمه به یاد خواهد سپرد: قدرت و تراژدی. جهانشاه شیر سیاه تبریز. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریستسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریستسی سیزین سسی نیست.